چرا نمیاد؟ ما منتظرتیم، از چی میترسی؟ حی لا یموت، خدا زنده است، روزی رسانه، ما هرچی داشتیم با هم میخوریم، نترس، ما تو رو نگهبان برات میگذاریم فلان. میکشتن اینها، آمدن به خونه من تیراندازی کردن دیگه، جای تیرش بود. عرض میشود که بالاخره من از خواب پریدم، گفتم این شیخ را باید من پیدا کنم. هر جا رفتم دیدم اون نیست، رفتم پیش میرزا خلیل کمره دیدم اون نیست، رفتم پیش هر کسی دیگر در علماء تهران دیدم این اون نیست، تا اینی که بعد از 2 سال این آقای سجادی و خجسته و صالحی، سید صالحی بود، آهنگر بود، اونم از این دوستان بود. جناب آقای ادیب ببخشید وسط صحبت شما و قسمت خوب صحبت شما قطع میکنم، اگر اجازه بدین یه لحظه فیلم در حال اتمام فیلم رو عوض کنن، بعد شما دوباره از آقای خجسته بحث و پی بگیرید. یه چند لحظه اگر